شارەکەم سنەی سووری قارەمان، شاری سەربەرزم سنەی قارەمان، پێشەنگی ژیری چینی بێبەشان، شاری کاکوات سدیق و خسرە و عەلی و فەرهاد شۆکێ و شوان. پیرۆز بێ لە تۆ شۆڕشی نوێ لە کوردستان و باقی شارەکان. بیستم بەرامبەر سپا و ئەرتەش، بەسیج و پۆلیس بەکرێ گیراوان، هەروەک ساڵانی 58 و 9 سینگی بەهێزت کردووە بە قەڵغان. تاسفای ئیسلام تەفر و توناکەی بەدەستی بەهێز نەوەگەل جەوان. ئاڵا سوورەکەت هەر شەکاوە بێ دژی چەوسێنەر و ستەمکاران. تۆ ڕەمزی ورەی بەرهەمهێنەری لە ڕۆژی خەبات دژی زۆرداران. ئێمەی بەرهەمی باوەشی گەرمت ئامادەین لە بۆ شەڕ و ڕاوەستان. فەرماندە ئەتۆی ئێمە پێشمەرگەین، بە فەرمانی تۆ هاتووینە مەیدان. تا ڕاشەکێنین ئاڵای ئازادی بۆ زەحمەتکێش و بۆ کرێکاران، بۆ لۆڕ و عەرەب بەلوچ و تورکمان. تا ڕزگار بکەن سەراسەر ئێران. هیبر خودان نوازندن دنگ خورتا خوشتیم من هل دنگ کچین دلوان. دنگ خورتا خوشتیم من هل دنگ کچین دلوان. هی سرهدان برخودان سرهدان جیانه هی هی برخودان جیانه. شقام کۆڵان بە کۆڵان ژینا زیندووە دلێر و جوان. ڕەمزی خەباتە دڵپڕاواتە هاواری ژنە دژدە سەڵاتە. بەدوو تەوێڵم ئەی پەریزادە کۆڵان بە کۆڵان جادە بە جادە. لاچکەکەت لەسەر جادە بەمادە ژینەی چاوجان. ئەگریجت لەسەر کوڵمت بالا دەژینەی چاوجان. سەر هەڵدان ژینە بەرخۆدان ژینە ژینە ناوی تۆ کڵپەی ئەورینە. هەستە ببینە ئەو ڕقوقینە لە تۆڵەی تۆوە گڕی سوورە سەریشینە.
سەرهەڵدان ژینە بەرخۆدان ژینە لە دوو تا هاتوون گەلی ئازادە کۆڵان بە کۆڵان جادە بە جادە ژینە چاوکەژە لەچکەکەت لادە لە چەکلادە ئەگریجت لەسەر کوڵمت بەلادە لە چەکلادە بە دوو تا هاتوون گەلی بندەستان کۆڵان بە کۆڵان جادە بە جادە ژینە چاوکەژە لەچکەکەت لادە لە چەکلادە ئەگریجت لەسەر کوڵمت بەلادە لە چەکلادە سڵاوێک لە هەڤاڵانی سەرشەقام ئەم جمهوری ئیسلامی یەک کابوسێکە یان بە کوردی شەوەیەکە لەسەر سینجی ئێمە چۆچی نەحسی داوکتاوە ئەوە بۆ نزیکەی 40 ساڵ دەچێ ئەم کابوسە ئەم شەوەیە هەر بە زەبری شەلاق و گولە و شمشێر ئەم ئێرانەی کردوتە ئاخوندستان و بەرەبەرە هێناویەتە دواوە ئەوە بۆ نزیکەی 40 ساڵ دەچێ ئەم دێوەزمە نەگریسەیە دەستی خستۆتە بەربینی قامەتی بەرزی ئازادی خۆشەویستی و ئینسانیەت بەڵام هێشتا دوای نزیک بە 40 ساڵ نەبۆی خراوە و نەپێی خنچێندراوە ئەم ڕۆژانە ئەم ڕۆژانی بەفرانبارە لە توێی خۆفی ئەم کابوسە 40 ساڵەدا چما من خەون دەبینم ئەم ئێرانە ئەم ڕۆژانە لە چوار لاوە خرۆشاوە ئەم ڕۆژانە ئەم ڕۆژانی بەفرانبارە لە توێی خۆفی ئەم کابوسە 40 ساڵەدا چما من خەون دەبینم بۆنی بەهارێکی تر دێ شەوقی ڕۆژگارێکی تر دێ دەنجی گفتارێکی تر دێ سۆزی هاوارێکی تر دێ خوڕەی ڕووبارێکی تر دێ سڵاوتان لێ سڵاوتان لێ هەڤاڵەکانی سەرشەقام سڵاوتان لێ تیشت باڵەکانی سەرشەقام ئەم ڕۆژانە ئەم ڕۆژانی بەفرانبارە لە توێی خۆفی ئەم کابوسە 40 ساڵەدا چما من خەون دەبینم ئەم ئێرانە ئەم ڕۆژانە لە چوار لاوە خرۆشاوە
ڕاوێک لە هەڤاڵانی سەرشەقام ئەم جمهوری ئیسلامی یەک کابوسێکە یان بە کوردی شەوەیەکە لەسەر سینجی ئێمە چۆکی نەحسی داوکتاوە ئەوە بۆ نزیکەی 40 ساڵ دەچێ ئەم کابوسە ئەم شەوەیە هەر بە زەبری شەلاق و گولە و شمشێر ئەم ئێرانەی کردوتە ئاخوندستان و بەرەبەرە هێناویەتە دواوە ئەوە بۆ نزیکەی 40 ساڵ دەچێ ئەم دێوەزمە نەگریسەیە دەستی خستوتە بەربینی قامەتی بەرزی ئازادی خۆشەویستی و ئینسانیەت بەڵام هێشتا دوای نزیک بە 40 ساڵ نەبۆی خراوە و نەپێی خنچێندراوە ئەم ڕۆژانە ئەم ڕۆژانی بەفراندارە لە توێی خۆفی ئەم کابوسە 40 ساڵەدا چما من خەون دەبینم ئەم ئێرانە ئەم ڕۆژانە لە چوار لاوە خرۆشاوە ئەم ڕۆژانە ئەم ڕۆژانی بەفراندارە لە توێی خۆفی ئەم کابوسە 40 ساڵەدا چما من خەون دەبینم بۆنی بەهارێکی تر دێ شەوقی ڕۆژگارێکی تر دێ دەنجی گفتارێکی تر دێ سۆزی هاوارێکی تر دێ خوڕەی ڕووبارێکی تر دێ سڵاوتان لێ سڵاوتان لێ هەڤاڵەکانی سەرشەقام سڵاوتان لێ تیش باڵەکانی سەرشەقام ئەم ڕۆژانە ئەم ڕۆژانی بەفراندارە لە توێی خۆفی ئەم کابوسە 40 ساڵەدا چما من خەون دەبینم ئەم ئێرانە ئەم ڕۆژانە لە چوار لاوە خرۆشاوە با عرض سلام حضور شما بینندگان گرامی عزیزان، خیزش شکوهمند اخیر که دارد پا به مرحله انقلاب می‌گذارد هر روز تحول تازه‌ای را تجربه می‌کند. در نتیجه این تحولات تداوم مبارزات قهرمانانه در خیابان‌ها، گسترش آکسیون‌ها و تحرکات معترضین ایرانی در خارج کشور و بخشی از شهروندان پیشرو در کشورهای جهان تناسب قوا بین مردم مبارز و دشمن غدار به نفع مبارزین و معترضین تغییرات مهمی به خود دیده. همین روند این امید رو تقویت میکنه که خیزش اخیر در پروسه تکامل خود جمهوری اسلامی رو به زباله‌دان تاریخ انداخته و راه رو برای به قدرت رسیدن مردم و شوراهاشون هموار میکنه. امروز هم مثل روزهای گذشته در پخش زنده امروز در مورد اعتراضات اخیر و آخرین تحولات در خدمت رفیق فریدون ناظری هستیم. رفیق فریدون خیلی خوش خیلی متشکرم. رفیق فریدون، آخرین اطلاعات، آخرین تحولات این مبارزه رو. آخرین تحولات اینه که شهرهای بیشتری محل مبارزه خیابونی هم مثلا ما باید دو چیز رو تفکیک کنیم. مبارزه در خارج خیابون هم هست طبعا، خب این خیلی وسیع تره، ولی اونجایی که رو در روی و کشمکشه، من آخرین خبری که دیدم نوشته بودن به 27 شهر رسیده، ولی خب ایران 1000 شهر داره و شهرهای بزرگش هم خیلی خیلی زیاده. تو اونا همه این جریان
سراسری واقعا همه شهریه، ولی اونی که رو در رو چیز به نظر میرسه شهرهای مختلفی وارد شدن. منتها بین شهرها ما وقتی که میگیم مبارز، وقتی که میگیم معترض، وقتی که میگیم انقلابی، به صورت توده خودشون نشون میدن. ولی این بار محلات مثلا جنوب تهران اومدن، چندین محله جنوب تهران، مثلا در نازی‌آباد کشمکش ها و رو در روهای خیلی شدیدی روی داده، در نظام آباد و اینا همینجور. بنابراین اینا دیگه کارگران، آماری که هست کارگرای ایران 20%شون تو کارخونه‌های بزرگ و متوسطن، 80%شون اینجور کارگران که در حاشیه ها کارهای کارگاهی میکنن یا کارهای به اصطلاح گاه و گدار که گیر میارن میکنن یا حتی دست فروشی میکنن. اینا همه این نوع کارگرا به نظر من یکی از تحولات جدید اینه که این نوع کارگرا پیوستن. خب کارگرای نفت و هفت تپه و معلمین به عنوان کارگران فرنگی، خب ما میدونیم که اخیراً هم اطلاعیت معلمین که زودتر و بعد کارگران نفت اومدن، کارگران نفت و هفت تپه با هم دیگه اینا هستن. اینا تحولات جدیدی. اما تحولات دیگری که باید گفت، مبارزین و این جوونا خوشبختانه این پیامو گرفتن که ما باید تا میتونیم تلفات کمتر یا اصلا ندیم یا بسیار بسیار کمتر تلفات بدیم. برای این تاکتیکای لازم هست. تاکتیکا رو خودشون چیز کردن، برای که رهبران محلی مجربی دارن. خوشبختانه برای رژیم هم شناخته نیستن اینا رو دستگیر کنه و مثل رهبران و فعالین قدیمی. اینا پخته تر شدن. اینا در این کوچه و اون کوچه حمله به نیروهای پراکنده تر رژیم، اینا خب این پخته تر شدن. دیگه اینه که به خبر میرسه که بعضی از نیروهای رژیم دچار تزلزل شدن. این خیلی حیاتیه. مثلا خبر اومده بود که گویا در نازی‌آباد یا یکی از این محلات جنوب، وقتی که مردم میان برای راهپیمایی اعتراضی، نیروهای مسلح کاسکتاشون رو در میارن همراهشون میدن، به جای اینکه بهشون حمله کنن همراهی میکنن. یا مثلا نظرات گوناگون میدن، نظرات گوناگون، این یه چیزی میگه اون یکی چیزی میگه. یعنی این وحدت وقتی که نیست نشونه اختلافاتی بینشون. دیگه اینه که این رژیم مثلا خامنه‌ای میاد میگه هیچی نیستن این یعنی نه، بدبختانه پشت سر این و طبق اخباری هم که منتشر شده متاسفانه 3 نفر در کردستان شهید شدن. طی این 28 روز یا 29 روز اعتراضات و خیزش مردم، خامنه‌ای 2 بار در اسحار عمومی ظاهر شده و هر 2 بار معترضین و اغتشاشگر و مبارزات رو به عوامل خارجی نساشته. ما چه صحبتی در این مورد داری و میشه بیشتر در این مورد توضیح بدید؟ خامنه‌ای یکی از سیاسی ترین آدمای این رژیمه، واقع بینم هست. متاسفانه کاش نمی بود، کاش اینقدر احمق بود که وقتی تو صحبتاش ببینی خیلی احمق به نظر میاد. اینجور نیست. پشت سر آمار و ارقام دقیق دارن از مبارزات و اینا، ولی اینی که ما به ظاهر میبینیم حماقت نشون میده در ارزیابی از جنبش. اما اینی که فکر میکنه همه اینا زیر نظر خارجی، این نظر خودشه دیگه، این دروغ نیست. معتقده همه چی توته است. چرا؟ برای اینکه فکر میکنه اسلام واقعا خیلی عظیمه و در حال رشد و یه اعتقادات ایدئولوژیک سیاسی نیست اینجا. خب مگه میشه مثلا مبارزات اینجوری که من گفتم فقط 27 شهر رو در روی، شاید 10 ها شهر، شاید به 120 شهر رسیده بود قبلا، این همه مبارزه
چیز دیگه این که آیا اینقدر آمار نداره. مثلا مردمی که در زمان انقلاب، کارگری که اون وقت 35 میلیون جمعیت داشتیم اون وقت، کارگری که مثلا 100 خورده تومن درآمد داشت، حتی بعد 7 سال میتونست خونه بخره، همه مواد غذاییشو میتونه تهیه کنه. الان هیچ کارگری نمیتونه خونه بخره، برای اینکه میگن اگر بهترین درآمدم داشته باشه بعد 120 سال کی 120 سال عمر میکنه. خب اینا رو میدونه. بعد این همه فقر و این همه، اگه این همه مبارزه نباشه چرا زنداناش پره؟ اونو خود حداقل میدونه. بنابراین خب این اعتقادشه که همه چیز زیر نظر، زیر توطئه CIA. اینا مخالفتشون با آمریکا مخالفت ریشه‌ای و پایه‌ای که نیست. اینا سرمایه دارن، اونا هم سرمایه دارن. اینا متجاوزن در مقیاس خودش، جمهوری اسلامی متجاوز در مقیاس کوچکتر، اون متجاوز در سطح جهانی. تمام ایناشون یکیه، با فرهنگ و با دستاوردهای به ویژه زنان مخالفن و اینو تبدیل کرده به یک چیزی که خب اسلام فکر میکنه اسلام اگه حجاب نباشه و اگه مثل زن آمریکایی آزاده باشه و آزاد باشه و اینا، خب این مورد قبول اینا نیست. میدونه این آخوندا یکی از کاراشون همینه که یک تار موی زن بیرون نباشه و چشمش بیرون نباشه و فقط برای شوهرش مکیاژ چی بهش میگن آرایش بکنه و اینا از این زاویه ها نگاه میکنه. ولی ما نباید گول ظاهرش رو بخوریم. این آدم واقع بینیه. اگه نبود الان نیروی اصلی حاکمیت سپاهن، یک حزبی دارن، اینا مجربن، اینا در کشتن دست باز دارن، در جنایت کردن دست باز دارن. حزب چیزی دارن، دو شاخه داره، اینا جناحیان، در برابر ما متحدن. ولی چون رفتن تو تجارت، رفتی تو تجارت دیگه قانونمندی تجارت برای حکومت میکنه. اینا حاکم اصلی هن. چرا خامنه ای رو نگه داشتن؟ به دلیل این ویژگیاش. خب عمری هم هست شناختنش رو تبلیغ کردن بین بعضی نیروهای بسیجی و فلان فلان که این امامه و این ارتباط داره با امام زمان و این حرفا براش درست کردن، وگرنه برش میدارن واقعا. و ممکنه هست مردم باید این آمادگی رو داشته باشن. آخوند دیگه فایده زیادی برای این رژیم نداره، برای اینکه آخوندی که بصیرتش هم از دست داده، آخوندی که تبلیغ میکنه بهش میخندن. خیلی قبلا تبلیغاتی که میکرد خیلی خوب میمدن سینه میدادن، تو کله خود میدادن، باوری داشتن. الان همینا میخندن به اینا. خب چه فایده ای داره براشون؟ یه وقت در برابر فشار این مبارزات ممکنه برش دارن. منتها شعار اصلی الان در حد اکثر رسیده به مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای. این شعار اصلی اگه فکر کنن مثلا سپاهی فلانی رو برمی داشتن همین دیگه تموم میشد، چون شعار متحقق شده. ولی مردم از اون به بعد میرن به خود کلیت رژیم و عبور از کلیت رژیم. به هر حال من در سوال اولم به این تحولم اشاره کردم که به نظر میرسه که کشمکش و تزلزل در صفوف رژیم سرکوبگرش زیاد شده. این به شدت اینا رو ترسونده. اگر اینا این حرفای ساده رو بدن، میگه آخرین حرفش اینه رو به مجمع تشریح مصلحت که کاراتون رو بکنید، دچار مشکل نشید. این یه چیز جزئیه. اگه جزئیه چرا این همه نیرو آوردید؟ چرا این همه نیرو رو جابجا میکنید؟ چرا ارتش رو وارد کردی؟ ارتش رو تا حالا نگه داشته بودن پشت صحنه، الان ارتش رو جلو کشیدن. ارتش ابزار اصلی سرکوب بورژوازیه بدون چرا سپاه نیست. بنابراین ما باید بدونیم اینا اون حرف ظاهری که میزنن این حرف اصلی تصمیم گیری شون نیست. اما تحول دیگری هم که شده همونه که یکی از جلادان خشکمغز اینا همینه که مسئول قوه قضاییه است. خب اومده گفته
بیاین صحبت کنیم، اگه مشکلی هست حل کنیم، اگه نقدی به ما وارد قبول کنیم. این یعنی اینی که میگفتن ما قدر قدرتیم و فلان فلان و اینا، خب این عقب نشینی از این عقب نشینی برشون مرگ آورده. همونطوری که شما الان گفتی نتیجه این تغییر تناسب اوضاع به نفع مردم. در صحبتاتون اشاره کردید به پیوستن قشر حاشیه‌نشین به خصوص در نظام آباد تهران به این اعتراضات و جاهای دیگه. این چه تأثیری داره و چی رو به ما نشون میده؟ که من یه بار دیگه همینجا گفتم، یه فرمانده سال 88 گفته بود اینایی که اومدن میگن رأی من کو، اینایی که راهپیمایی سکوت میکنن، اینایی که از کروبی و موسوی به اصطلاح پند میگیرن یا مثلا رهبر خودشون میدونن، اینا بچه ننن. نیروی اصلی که اگه علیه ما بلند شد همین حاشیه‌نشینا و همین کارگرای به اصطلاح گاهگدار کاری پیدا میکنن و اینا رو دیگه نمیتونی باش شوخی کنی. یعنی خودش اینجور گفته بود. من متاسفانه جملهشو خودم قشنگ یادمه، شنیدم و روی یکی از لپتاپ هم چیز کرده بودم، منتها الان یه لپتاپ جدید دارم جملهشو پیدا نمیکنم. گفته بود اگر اینا بیان ما باید چمدون ها رو ببندیم. چرا؟ برای اینکه اینا پایه جامعه، اینها نیروی اصلی اون بخشی هستند که وقتی که خشن یعنی خشونت رژیم بالا میگیره اینا عکس العملشون خواهد دفاع از خود میکنن. بنابراین اینا اومدن به میدون یک تحول خیلی مهمه و فراموش نکنیم اینا نیروی اصلی سال 96 و 98 بودن، دیماه 96 و آبان 98 و اونا این تجربه هم دارن. بخشی از اینا رو زندانی کردن و بعداً آزاد کردن. یعنی کسی رفت زندان یه تجربه تازه میبره، هم مبارزه کرده، هم دیگر رو شناختن، هم رهبر خودشون رو پرونده کردن، هم زندان هم دیدن، زندانبان هم دیدن، از زندان اینا هم دیگه نمیترسن. خب اینا الان رهبران عملی و محلی هست. خیلی تحول مهمیه. منتها خب ما باید بدونیم وقتی که اینا اینجور میان ما به عنوان توده میشناسیمشون. فقط وقتی که با اعتصاب میکنن تولید یا خدمات رو میخوابونن. مثلا شما ببینید اگه شرکت واحد وقتی که حمل و نقل رو میخوابونه تهران رو فلج میکنه، یا مثلا خب معلومه نفت اگه یه وقت چیز بکنن چه وضع اقتصادی برای رژیم پیش میاد. به همین جهت ما میگیم طبقه کارگر و کارگران متفرق و آحاد اینا از روز اول تو جریان بودن، منتها کمتر بودن، الان به عنوان محله میاد دیگه، الان هویت پیدا کردن. اهمیتش در اینه که امید میده، چشمانداز پیروزی رو روشن‌تر میکنه و در کنار بقیه طبقه خود قرار خواهند گرفت. رفیق اگه بخوایم برگردیم به سال 57 که خیزش مردم منجر به انقلاب سال 57 شد، چه تفاوتی و چه تمایزی بین این دو خیزش وجود داره، یا بهتر یا نه اگه چه شباهتی هم با هم دارن؟ اینا رو هم شباهت اینه که هر دو میخوان حاکمیت نمونه. هم اولی میخواد حاکمیت پهلوی نمونه، هم دومی میخواد حاکمیت جمهوری اسلامی نمونه. دیگه اینه که اقشار ناراضی جامعه اقشار پایینی بچه‌های اونا بودن، بچه‌هایی که تونسته بودن به دانشگاه برسن، دیپلم داشتن. فرق اساسیشون اینه که طبقه کارگر اون دوره که در واقع اونا وقتی که بعد 6 ماه به عنوان کارگر اعتصاب کردن و پرچم‌هاشون اومدن، اینها کمیته زدن، کمیتهشون رو به شورا و کمک چپ‌ها تبدیل کردن. اما هنوز ببینید طبقه کارگر ایران در سال 41 در واقع تحول عظیمی که میشه، سرمایه داری کاملا غالب میشه. وقتی سرمایه داری کاملا غالب میشه طبقه اصلی سرمایه دار، طبقه کارگر میشه طبقه اصلی.
چون جامعه ایران جامعه خیلی خورده بورژوا است، بنابراین کارگر اونجا یه وزنی پیدا میکنه، اما هنوز رقیقه، هنوز کم تجربه است. بخشن یا حتی شاید بیشتر از روستاها اومدن، از کردستان اومدن، از لرستان اومدن، از آذربایجان اومدن، یا از بلوچستان اومدن، اصلا شناخته شده بودن اینا بلوچن، اونا لرن، اونا فلان فلان. اون وقت کمتر شهری بودن، سطح طبقهشون پایین بود، بچه ها گاهی برمیگشتن روستا، همسر و ایناشون اونجا بود زندگی میکردن، بیکار هم میشدن، برمیگشتن روستا. الان اینجور نیست، الان تماما شهری هن. الان بیکار بچه‌شون تو مدارس شهر بزرگ شده، یخچال دارن، اینترنت دارن، فلان فلان دارن، سطح طبقه بسیار بالا دارن. اون وقت بنابراین مذهب هنوز در صفوف اینا اهمیت داشت. ما فراموش نکنیم شوراها رو فقط با اعدام 500 فعال نگرفتن، شوراها خیلی نیرومندتر از این بودن، فقط با سرکوب و زندان کردن یا کاری کنن فعالین چپ فرار کنن نگرفتن، بخشن هم با کارگر مذهبی گرفتن، با این متوهمین. این متوهمین نموندن، مطلق سال هاست نموندن، شهریان، پرولتاریزن، آشنان به مسائل جهان، آشنان به مسائل کارگران جهان، اتحادیاتی هستند و بعد اینترنت، شبکه اجتماعی، تفاوت خیلی اساسی. این یکی. دوم اینه که در اون دوره حکومت پهلوی متکی بود به ناسیونالیسم. ناسیونالیسم و گلوبالیزاسیون در سطح جهانی ضعیف کرده بود، دیگه توان اداره کشورها رو نداشت ناسیونالیسم، بنابراین خیلی راحت در برابر اسلام سیاسی شکست خورد. منتها الان اسلام سیاسی که اون دوره کارا بود و امپریالیسم آمریکا ازش دفاع کرد علیه چپا و امپریالیسم دیگه هم دفاع کردن، الان اینم تازه به اون حد اون ناسیونالیسم اون دوره ناکارا رسیده، پوچ شده دیگه. بنابراین ما الان با رژیمی طرفیم که در برابر چپ ها و هم به دلیل ایدئولوژی که خودش در برابر امپریالیسم اینا طوری وایساد، آمریکای دولت آمریکا و نیروی اصلی آمریکا و تولیدگران آمریکا اینا نفوذ آنچنانی اون دوره رو اصلا ندارن. ارتش رو با یک جنرال تحویل اون دادن، الان اصلا ارتش یه چیز دیگه شده، سپاه پاسداران یه چیز دیگه است. خیلی تحول بسیار بزرگیه این. ما صدها هزار نفر شکنجه شدن از ما، ده ها هزار نفرمون شاید کشته شدن، ضربات بسیار سنگینی خورد طبقه کارگر و مردم آزادی خواه و آزاده. ولی این دستاورد هم داشت که امپریالیسم که یک نیروی بسیار خطرناکه، بسیار مخربه برای انقلاب و برای آزادی خواهی اینا، در ایران اون حضور و این توان و اینا رو نداره. این یکی دیگه. در دهه 70 سرمایه که دچار چیز شده بود، وقتمون چقدر مونده فعلا؟ سرمایه که دچار بحران شده بود به تدریج داشت از بحران در می اومد. دهه 80 و 90 تا 2008 دوباره فرو به اصطلاح فرو میره در باطلاق بحران. الان این بحران خیلی عمیق شده، این بحران با ویروس کرونا خیلی ضربه خورد، سیستم اصلا ضربه خورد، آبروی سیستم رفت. اون همه کشتاری که مردم کردن و اینا از پیرا کردن، مخصوصا آبروشون هم برد، سیستمشون رو زیر سوال برد. این یکی. دوم اینا هیچ وقت تورمشون از 2% و 2 خورده درصد بالا نمیرن، الان 11-12% رسیده. اون کارگری که زندگیش میگذشت، کارگر ماهر صنعتگر آشنا به کامپیوتر و عالی ترین تکنولوژی، زندگیش نمیچرخه دیگه، کرایه خونه‌شو نمیتونه بده. ما فراموش نکنیم در 2008 6 تا 8 میلیون خونه رو این کارگرها از دست دادن، برای اینکه پول بانک رو نمیتونستن پس بدن و خیلی هم راحت تسلیم شدن وقتی خونه رو پس گرفتن. الان اینجور نیستن، الان آماده ترن، دشمن رو بیشتر میشناسن، الان دارن تشکل. یکی از ضرباتی که ما خوردیم به عنوان طبقه کارگر این اتحادیه‌های سازشکار بودن. خب اینا دستاوردهای اقتصادی خوبی داشتن برای کارگران، ولی به شدت ضد انقلابی و به شدت طرفدار
حکومت موجود، سیستم موجود بودن. الان اینا اون نفوذ رو ندارن. الان اتحادیه های رادیکالتر، تشکل های رادیکالتر و دیگه اینه که خود بورژوازی که تحت سیستم نئولیبرالیسم اتحادیه ها رو زد، خودشون برگشتن اتحادیه ها رو بلکه اون اتحادیه سازشکار رو زنده کنن. بنابراین پشتیبانی که کردن کارگران رادیکالیسم رو درش تدریک کردن. بنابراین اینا فرقای اساسی ماست با سال 57 و طبعا این نیروی مسلح اون دوره یک دست ارتش بود و ژاندارم بود، هرچه بود یک دست بودن. الان سپاه ساز خودشون میدن، ارتش تحقیر شده توسط اینا. در دوره قبلی سربازان وظیفه و اینا فرار کردن. این دوره معلوم نیست حتی گروهبان و حتی افسر و اینا هم فرار کنن. یعنی مقصودم اینه که اینا خیلی فرقای اساسیه. رفیق فریدون، اگه قطعا این خیزش، این اعتراضات یه ظرفیت هایی داره، یه توانایی هایی داره، میخوام ببینم این توانایی ها و ظرفیت ها کدومش خیلی برجسته است که از مردم گرفته تا حتی خود سران رژیم و حتی سران دولت های غربی هم انقلاب و غیر ممکن نمیدونن، یعنی نبود جمهوری اسلامی و سرنگونی جمهوری اسلامی غیر ممکن نمیدونن. این ظرفیت ها در این دوره چی بوده؟ برجسته درینشون چیه که باعث شده همه فکر کنن که بله، و حتی خود سران رژیم اگر یه مصاحبه هاشون هم گوش داده باشه که وقوع انقلاب رو خیلی محال نمیدونن. خب من یه جواب ساده بدم. خب معلومه طبقه کارگر نیروی اصلی و برای بورژوازی هم اینجوری، زمان شام اینجوری، کارگرها وقت هر جا سرمایه‌دار یعنی اینه که تولید خدمات و تولید مواد زندگی و پیشرفت و تکنولوژی جدید اینا بکنی و سود ببری. این یعنی سیستم سرمایه‌داری. طبقه کارگر میتونه اینو فلج کنه. به همین جهت خب ساده است که من جواب بدم. برجسته ترین همین کارگرای نفتن که اومدن 7 پس که بیانیه داده، اینها همه با حمل و نقلن که به هم وصل میشن. حمل و نقل یعنی شرکت واحد مثلا یا مثلا کامیونداران، اینا هم اومدن. اینا ولی من میخوام یه چیز دیگه بگم. اینا ساده است، همه میدونن. به نظر من با مشاهده میشه اینا رو دید. یک چیزی که هست، جمهوری اسلامی یه حکومتی بود سر کار اومد برای سرکوب انقلاب. برای سرکوب انقلاب جنگم با عراق و جنگ در کردستان هم نیاز داشت. نه فقط برای سرکوب انقلاب. کردستان یه مقدار خب مسئله کردی مسئله منطقه‌ای هست و اینا همه پیچیده تره، ولی به هر حال برای سرکوب انقلاب اینا احتیاج داره. در نتیجه چی شده؟ 700,000 نفر در جنگ ایران و عراق طبق آمار خودشون کشته شدن. اینها وقتی که برگشتن به زندگی عادی تازه تحت نئولیبرالیسم دولت رفسنجانی قرار گرفتن و بچه کارگر اینا بودن. بقیه الان سرمایه‌دارای بزرگن، دزدای بزرگن. خب این فاصله طبقاتی که در زمان شاه خاک بر سر دربار و حکومت پهلوی ریخت، الان کوهاتاست. خب ما باید ببینیم یه رژیمی 43 سال اینجاست، در زندانهاش کشتار کرده، در خیابونها کشتار کرده. روشنفکران اصلا برنامه ریزی شده رفتن کشتن دیگه. اون اصطلاحی دارن که کشتار اون مثلا مترجمین و اینا دیگه. اینه که مدام هی از این توطئه کرده، یک خشم عظیم ایجاد کرده. جمهوری اسلامی در دریای خون غرقه. جمهوری اسلامی اصلا هیچ وقت نتونست حکومت مقبول حتی برای بورژوازی بیرون بده. بنابراین در فقر و در خون غرقن. این خشم در این جوونا داره خودشون نشون میده. جسارتی که اینا دارن در دنیا دیده نشده. اینو من نمیگم، تمام مثلا جیجاگ میگه که خودش یکی از فیلسوفان چپ دنیا، متفکرین دیگه میگن که هستن، بررسی کردن، تحقیق میکنن، جامعه شناسان ایرانی میگن، استادان دانشگاه میگن.
خود کارگران که دیگه میدونن این بچه خودشونن و این جسارت به نظر من ویژگی این دوره ماست و ما باید فراموش نکنیم انقلاب و نیروی واقعی به ثمر میرسونه و نیروی واقعی رو نهایتاً این دو طبقه نهایتاً گرایشات درون این دو طبقه تشکلاشون اینا چیز خواهند کرد. ولی اگه من بخوام کلمه سرباز رو به کار ببرم معنی خودمون نه به معنی سرباز وظیفه و اینا، اگه این سربازان رو نداشته باشی، این جسارت رو نداشته باشی، در این جنگ پیشرفت نکنی، خب میبادی دیگه. و ما اینو داریم و جنبش موجود که انقلاب واقعا الان دیگه رفته تو فاز انقلاب، جوهر چپش خیلی قویه. شما ببینید یک شعار مذهبی داده نمیشه، یه شعار در برابر زن زندگی آزادی شعار آورده بودن ناسیونالیستا، مرد نمیدونم چی فلان فلان، اصلا نگرفت. اصلا گرفت؟ شما که این همه در گیر خبر و اینا هستی اصلا نگرفت. بنابراین جوهر چپ قوی داره این جنبش، نیروی جسور داره. طبقه اصلی کارگرم که با کارگر نفت اومده و ما فراموش نکنیم در دوره قبلی کارگران اواخر شهریور بعد جمعه سیاه و اوایل مهر اومدن، یعنی 6 ماه توده مردم با بازاریش و غیر کتبه و همه در خیابون بودن تا اونا اومدن. الان بعد 3 هفته است اومدن. این سرعت عمل، این سرعت تغییر ویژگی این انقلابه دیگه. اینی خب ما میدونیم هیچ وقت نتونستن بین ملیت ها تفرقه درست کنن. گذشته از حضور زن، گذشته از حضور طبقه کارگر، ملیت ها هم نتونستن تفرقه درست کنن. کوشیدن در سنندج و هم در زاهدان مردم به کارهای زودرس وادار کنن، رهبران چیز عاقل به اصطلاح خردمند، و هم گوش دادن به رهبران سراسری، هم به شکست کشوندن اونو. این خیلی مهمه که وحدت بین ملیت ها هست و رژیم نمیتونه وارد یک شکافی یه چیزی بشه اینا رو. مثلا صحبت هایی که میکنن یکی 2 بار فرمانده ها گفتن تجزیه طلب، خود کلمه تجزیه طلب رو بکنن مسخرهشون میکنن مردم. بنابراین به نظر من ویژگیش انقلابی که ما الان درگیرش هستیم متعدده، متفاوته، ولی اینا برجسته‌ترین نشون به نظر من. رفیق فریدون، چند روز پیش، یعنی اول ابتدا اینطوری شروع کنم که سپاه پاسداران عراق میگن که در ایران در خیابان‌ها خیزش به پا شده و مردم زیادی خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و به کلیت نظام حمله کردن، ولی هر روز شاهد این هستیم که در مرزها مشغول توپباران مرزها هستن که طبیعتاً مرزنشین ها هم اونجا هستن. تهدیداتی هم به مقرات احزاب کرد ایرانی در اقلیم کرده. گروهی از مقامات ایرانی از تهران اومدن به سلیمانی، اومدن به اقلیم و صحبت شد و حالا هم گروهی از اینها رفتن. نتیجه اون گفتگوها من چون اخبارم دنبال میکنم هنوز منتشر نشده، به خصوص که قرار بود امروز مجلس هم پارلمان عراق هم برگزار بشه و نخست وزیر اعلام بشه، رئیس جمهور. بله ببخشید. حالا به نظر شما نتیجه این گفتگوها میتونه تأثیری رو روند این اعتراضات داشته باشه؟ به طور موقت 100%. خب اینا این یه رژیمیه که عمری اولا یه نیروی خارج از مرز به عنوان قدس سازمان داده، دیگه اینه که عمری 40 خورده سالی که اطلاعات و جاسوسی و سربازان بدنام امام، گمنام امام بهش میگن، از اینا تربیت کرده. خب باید از اینا استفاده خواهد کرد. دیگه اینه که به یه نیروهای کمک مالی و کمک سازمانی و اینا کرده، پول کلان ریخته. اون بخشی از شعارهایی که مردم ایران میگن سوریه رو ول کن و نمیدونم عراق رو ول کن و هشت شعبی رو ول کن و به فکر ما باش، پولی که به دست اون مردم باید برسه کشیده داده به اینا. خب استفاده خواهد کرد از اینا. دیگه اینکه توی سازمان های عراقی هم شیعه هاشون کار کرده، پول داده. بعد دید
بخشن تو ایران بودن قبلا، روابط دارن، از همه اینا استفاده میکنه. منتها خود عراق اصلا حکومت نداره هنوز. خود عراق سردرگم و آشفتن. خود عراق میتونه مثلا، نگران بودیم که مثلا هشت شعبی بیاد ایران، بیاد چه کار میکنه؟ سپاهی که مال اون سرزمین و اون محله و ریشه داره اینجا، کاری ازش کار اون چنانی ازش بر نمیاد. از هشت شعبی وقتی که تو اهواز و تو خوزستان یک نوع خیره شروع شد، اونا رو آوردن و فایده داشت براتون. الان مثل آتیش میمونه، اینا رو بیارن بیشتر نفرت، بیشتر چیز. بنابراین به طور موقت خب طبعا چیز دیگه اینه که اولا این نیروهای، من اینو بگم، این نیروهایی که ما یکیش هستیم در کردستان عراق، پارتیزانیم عملا. پارتیزان هیچ کس از پسش بر نمیاد. ترکیه دومین نیروی مسلح داخل چیزه، اون سازمان غربی که دارن، چی اسمش بوده؟ یادم ناتو از پس پیکاکا برآمده. هر سال میگه پلانمونه، میام مقراتشون رو میگیرم، کوها رو تسخیر میکنم، مدام هواپیما میفرسته، مدام هواپیمای بی سرنشین میفرسته به اصطلاح درون. از پس پیکاکا بر نمیاد، بله اینکه پارتیزان رو نمیشه اینجوری چیز کرد. بنابراین اون حملاتی هم که به ما پارتیزان متحرکیم، اینجا نه اونجا، اونجا نه اونجا. موشک برای ما تأثیر ممکنه اگه محلی برای خودمون درست کردیم ویرون کنیم نهایتا. برای مردم که هیچ فایده نداره. موشک علیه مردم چه کار میتونه بکنه؟ بنابراین حملاتش رو به مردم بدن و اینا، هم نظرات مردم رو منتقل میکنه به خارج، هم اینی که به درستی میدونه احزاب در کردستان، از جمله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران کماله، رهبرن و نفوذ دارن. اونم تمام سالها تلاش کرده کله رو بزنه، رهبری رو بزنه، به ما رو نتونسته و الان فکر میکنه میتونه. کماله اصلا به سازمان دیگه هم اصلا بیرون نیست، اون تو هم نیروهای عظیمشون اونجاست. بیش از 30 خورده ساله پیشمرگی تربیت میشه و برمیگردن، همه رو آرمانشون موندن. اونایی که مسن شدن، اون بازنشستگانن، میبینید چه مبارزه ای میکنن. اونایی که جوانترن بچه اونا، همه تجاربشون منتقل شده. بعد سلاح تو کردستان موفور هست، مخصوصا سلاح های ما تو پادگان ها و مقرات اینا و پلیس و فلان فلان اینا میدونن چه خطریه برشون. به نظر من نهایتا کارایی نداره برشون، ولی خب به طور موقت چرا. ممنون رفیق فریدون، وقت زیادی نداریم. اگه شما صحبتی دارید که بخواید. من صحبتم همیشه تکرار میکنم، این رژیم هم بره، ما باید ببینیم چی جاش میاد. این خیلی اساسیه. دو گرایش اصلی من هی تکرار میکنم، امکان داره جای این رژیم رو بگیره. یکی لیبرالان ناسیونالیست‌ها هم بردن، مذهبیون جدا شده از رژیم هم بردن، و خود لیبرالیسم هم مورد حمایت غرب هم هست. غرب فعلا میخواد این رژیم بمونه، برای اینکه خوب در برابر چپ مثل یک صد ارتجاع و مجرب و بازندان و ما نیروی کشتار رو که مونده، اینو میخوان حفظ کنن. ولی خب یه جایی میرسن مثل حکومت پهلوی. حکومت پهلوی بخشی از خودشون بود، وقتی که دیدن دیگه رفته منافع اونا چی ایجاب کنه میکنن، وقتی ببینن رفته میان اینا رو سازمان میدن، بدیل در برابر مونده. بنابراین ما باید هوشیار باشیم برای بعد جمهوری اسلامی و هوشیاریمون هم باید تبدیل بشه به تشکر. اونایی که میان میگن فقط شورا کافیه، اینا شورا در هیچ جا جواب نداده در دنیا. شورایی که تحت رهبری حزب احزاب چپ و کمونیست و نیروهای سازمان یافته چپ و کمونیست قرار میگیره، رهبری جمعی اینا عمل میکنه، نه رهبری فردی و کاریزماتیک و اینا. خب اینا ما طرفدار اینا نیستیم که. فونکسیون رهبری برامون خیلی مهمه.
و فونکسیون رهبری باید به صورت جمعی و فونکسیون رهبری اینی که این توده مردمی که باید برن تو شوراها طی سالیان طولانی، مثلا در مورد همین احزاب در کردستان از جمله کماله، اینا رو شناختن، راستگویی اینا رو شناختن، رهبری اینا رو آزمودن. به نظر من فکر کردن به این برای همین امروز برای تمام کسانی که الان تو خیابون سینه به سینه دشمنان حیاتیه. ممنون از شما رفیق فریدون. خیلی ممنون از شما. از شما هم ممنونم که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودید. زنده باد خیزش انقلابی مردم ایران. بدرود. شمالي هذا الشني بسوز تاو دام البهار رافي داجين داري وراتا كم باو من جيلمو يا زران أولي فزان نيسان وانقر دهابيب ميلي مواد ولا نجان خيلي مواد ولا نجان خيلي مواد ولا نجان سواي باو كزاو مستر زيني بتسا من بسوس لا والسنا باقين ترم لو هناسا من باورهم قوم لزام ديري زوي دلر زنم تيو تنان لا بندنم هموديان هاجنم دهاجنم من رونكي سجنم وقتا وضيم بوجه دستان من شورشي مادرسونا كي كردستان مادرسونا كي كردستان مادرسونا كي كردستان مادرسونا كي كردستان. بلنجة هيش نماوة أي بلنجة هيش نماوة همي يونبو بزربو لجرها أولي عباوة همي يونبو بزربو بدس حكمي ملاوة أي بلنجة هيش نماوة أي بلنجة هيش نماوة همي يونبو بزربو بدس حكمي ملاوة همي يونبو بزربو لجرها أولي عباوة لجرها أولي عباوة.
حكمي ملاوى سدي بيستما كشي عبا ومقنع عباوى هاي بلنجا 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 هيج نماوى هاي بلنجا 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 هيج نماوى همي ونبو بزربو بدس حكمي ملاوى همي ونبو بزربو لجر هؤلي عباوى لجر هؤلي عباوى أو مقنعي في الرياضة برخصار ببينهم أو عبايي في الرياضة ببالك ببينهم تيري في من جسمات صار يبدك أبلينهم أي بلنجا 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 هيش نماوى أي بلنجا 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 هيش نماوى همي ونبو بزربو بدس حكمي ملاوى همي ونبو بزربو لجر هوري عباوى لجر هوري عباوى أي بلنجا 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 هيش نماوى أي بلنجا 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 هيش نماوى همي ونبو بزربو لجر هوري عباوى همي ونبو بزربو بدس حكمي ملاوى أي بلنجا 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 هيش نماوى أي بلنجا 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 هيش نماوى گوش کن ای شب ای سیاهی من همون خورشید فردام من مخالف حجابم دیگه روسری نمیخوام گوش کن ای شب ای سیاهی من همون خورشید فردام من مخالف حجابم دیگه روسری نمیخوام دیگه روسری نمیخوام فردا من مخالف حجابم دیگه روسری نمیخوام منو از چیزی نترسون